خب بچه‌ها، دانشگاه فدرال رو داریم، مخوف‌ترین دانشگاه کل روسیه و من امروز میخوام براتون توضیح بدم دلایل اصلی اخراجی بچه‌ها توی دانشگاه چیه، چند درصد از بچه‌ها میتونن توی دانشگاه دوام بیارن و تا آخر تموم کنن. اولا بگم که دانشجویی که توی دانشگاه فدرال رشته پزشکی، دندون پزشکی، حالا چه کورس روسی چه کورس انگلیسی، بتونه سال اول رو تموم کنه، سال دوم سمستر اول رو هم تموم کنه و دوام بیاره، عملا دیگه دانشجوی ثابت فدرال شده و احتمال اخراجی خیلی بسیار پایینه. شاید از 100 نفر 1 نفر 2 نفر اخراج بشه. زمانی که من خودم وارد این دانشگاه شدم 40 نفر بودیم، سال 2020-21 دقیقاً دوران کرونا بود. کرونا تازه تموم شده بود و تمام کلاس‌های ما حضوری بود و از 40 نفر 4 نفر بیشتر ما نتونستیم اون 1 سال و نیم اول رو تموم کنیم و بقیه بچه‌ها حالا نموندن یا اخراج شدن. حالا دلایل این که اون 30 خورده نفر نموندن چی بود؟ اول اینکه خیلی از بچه‌ها اصلا روی اگزم نیومدن و قبل از اینکه حتی برسن به اون اگزم آناتومی که اگزم اصلی ما بود، دنبال انتقالی بودن و کلا رفتن. دوم اینکه خیلی از بچه‌هایی که حتی مرحله 1 رو اومدن امتحان دادن، دیگه مرحله 2 یا شانس 2 شون امتحان نکردن و بازم رفتن. یعنی ما اگه 40 نفر بودیم، مرحله شانس اول آناتومی ما کلا شاید 10 نفر اومدن که امتحان بدن، حدود 30 نفر از بچه‌ها کلا نیومدن و بقیه شون هم وای نستادن، یعنی دیگه انتقالی گرفتن. یه سری رفتن ولگاگراد، یه سری رفتن چابوکساری و اون سری هم که موندن خب اکثرا میگم باز تا مرحله 2 نموندن، شانس 2 شون امتحان نکردن و رفتن. یه سری هم بودن که خب موندن، مرحله 3 شون هم امتحان دادن و اخراج شدن. دلیل دومی که بچهای ما خیلی اخراج شدن توی اون سال اول 4-5 سال پیش این بود که ما هیچ اطلاعاتی در رابطه با دانشگاه فدرال نداشتیم. ما نمیدونستیم سوالات چیه، نمیدونستیم زاچوت چیه، اگزم چیه، نمیدونستیم که رو کدوم درس باید زمان و تایممون رو بذاریم و بعدا ما متوجه شدیم که کل فدرال سال اولش، سمستر اولش که واقعا هیچی نداره، دقیقاً مثل پادفک، و سمستر دومش یک درس شیمی و یک درس آناتومیه که مهمه و روی اون درس اخراجی است. تمام درس‌های دیگه به راحتی شما میتونید پاس کنید. یعنی یه آدمی که فقط بیاد روی کلاس‌ها و حضور داشته باشه به راحتی میتونه این درس‌ها رو پاس کنه. و سال دوم درس هیستولوژی و فیزیولوژی که و نورآناتومی که شما این 3 درس رو پاس کنید دیگه عملا توی فدرال موندید. خب رفته به رفته از جهتی که ارتباط بین ایرانی ها ایجاد شد، بچهای سال بالایی و بچهای سال قبلیشون کمک میکردن، جزوار در اختیار میذاشتن. من خودم و حالا بچهای دیگه کلاس میذاشیم واسه بچه‌ها هیستولوژی، آناتومی. نتیجه بچه‌ها خیلی بهتر شد و الان که دارم باهاتون حرف میزنم ما سال دو دندون، یعنی بچه‌هایی که دیگه عملاً توی فدرال موندن، یعنی موندگار خواهند بود، بالای 100 خورده ما فقط دندون پزشکی کورس انگلیسی داریم. الان سال 3 که دارم باهاتون حرف میزنم، بچه‌های سال 3 نزدیک 80-90 نفر ما بچه‌های دندون روسی داریم که انگلیسی بودن روسی شدن و دوام آوردن و دارن الان درس میخونن. و بچه‌ها یه مورد دیگه این که الان بعد از چند سال تمام اون اگزم‌های مهم فدرال بچه‌ها تمام سوالاش رو دارن، تمام جواباش رو دارن، حتی دقیقاً میدونن که فلان سوال کدوم بخشش رو باید بخونن، اگه فلان استاد بیفته از کدوم بخشا بیشتر میتونه بپرسه. یعنی حتی بچه‌ها الان میدونن که فلان استاد نمیدونم زن سابقش کی بوده، بچه‌ش کجا درس میخونه، همه چیزو در رابطه با فدرال دیگه الان بچه‌ها دارن میدونن، همه چیزو میدونن. و کسی که الان وارد فدرال بشه و باز بخواد اخراج بشه، به نظر من یا اینکه تحت اون حالا جو منفی قرار گرفته، تحت اون ترسای غیر واقعی که هست قرار گرفته، و یا اینکه واقعا خودش درس نخونده. این نظر من. اگه 4-5 سال پیش این نفر اخراج میشد من واقعا بهش حق میدادم، ولی الان بعد از 4-5 سال که گذشته و همه چیز دیگه آشکاره، همه چیز مشخصه، فدرال دیگه دانشگاهی نیست که به نظر من کسی یا آدمی بیاد درس بخونه توش و بعد بخواد اخراج بشه. و به عنوان مسئله آخر یه چیزی هم بگم بچه‌ها، فدرال دانشگاه سختیه، هیچ کسی اینو انکار نمیکنه، ولی اون تصوری که از سخت بودنش ساختن شاید بگم 10 برابر از اون سختی واقعیش بیشتره و اینه که باعث میشه اکثر بچه‌ها، خیلی از بچه‌ها تو این سالهای اخیر نتونستن تو این دانشگاه دوام بیارن یا حالا به هر دلیلی این دانشگاه رو ترک کردن.
سوالی هر چیزی باشه میتونید من در خدمتم و میتونم جوابتون بدم. خدا نگهدار همگی.